بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما فارسی آموزان عزیز و گرامی. به درس 11 خوش آمدید. در این درس با دو حرف دیگر از حروف الفبا آشنا می شویم. حرف کاف و حرف گاف. حرف کاف دو شکل دارد، یک شکل کوچک، یک شکل بزرگ. حرف گاف هم دو شکل دارد، شکل کوچک، شکل بزرگ. شکل کوچک در اول و وسط کلمه قرار می گیرد و شکل بزرگ همیشه در آخر کلمه واقع می شود. گاف هم همچنین، شکل کوچک در اول و وسط کلمه و شکل بزرگ همیشه در آخر کلمه. اسمش کاف، صداش ک. اسمش کاف، صداش ک. مانند کتاب، کتاب، کتاب. اینم شکل کتاب. حرف گاف هم دو تا شکل گفتیم دارد. اسمش گاف، صداش گ، گ. مانند گوزن، گوزن. اینم شکل گوزن. در اینجا نحوه نوشتن حرف کاف و حرف گاف رو با هم یاد میگیریم. از روی خط زمینه یه مقدار بالاتر خودکار قرار بدین، بیاین روی خط زمینه. بعد به سمت راست بکشین. بعدش هم سرکشیشو بگذارین. که بزرگ، از انتها یه مقدار بالا ببرین. بعد سرکشش. دوباره می نویسم که کوچیک، سرکش، که بزرگ، یه مقدار بالاتر و سرکش. اینجا هم گ، اسمش گاف، صداش گ، گ کوچیک مثل که کوچیکه. فقط فرقش که هست یه سرکش بزرگ داره و یه کوچیک. که بزرگ، یه مقدار از انتها بالا ببرین. اینم سرکش. دوباره می نویسم که کوچیک، که بزرگ. تمرین کنین که دستتون به نوشتنش روان. در این صفحه کلمه های آسان با این دو حرف، حرف کاف و حرف گاف، برای شما آورده شده و میخوانیم با هم دیگر این کلمات را تا یاد بگیریم. کتاب، کتاب. کار، کار. کشور، کشور. کمک، کمک. فدک، فدک. مکتب، مکتب. حرف کاف درش به کار رفته بود و اینجا حرف گاف. گیلاس، گیلاس. گردو، گردو. گاو، گاو. برگ، برگ. گرگ، گرگ. گوش، گوش.
در اینجا این حروف را با صداهای زبان فارسی ترکیب میکنیم. کاف با ا که، کاف با ای که، کاف با او کو، کاف با آ کا، کاف با او کو، کاف با ای کی، که که کو، کا کو کی. اینجا گاف با ا گه، گاف با ای گه، گاف با او گو، گاف با آ گا، گاف با او گو، گاف با ای گی، گه گه گو، گا گو گی. اینجا جمله های آسان را تمرین میکنیم. جمله درباره کاف میشه کتاب خوب است. کتاب خوب است. اینم کتاب. اینجا گیلاس خوشمزه است. گیلاس خوشمزه است. امیدوارم این درس برای شما مفید بوده باشه. تا درس دیگر، خدا نگهدار شما.